یه لحظه چشمتون رو ببندین. تصور کنین توی یه سفینه فضایی نشستین، یه سفینه براق و فوق پیشرفته که نور آبی رنگی از پشت شعله میکشه و شما دارین با سرعتی میرین که حتی خود زمانم یه جورایی جا مونده. خیلی شبیه فیلم‌های علمی تخیلیه. ولی سوال اینجاست، واقعاً چقدر با همچین سفری فاصله داریم؟ آیا اصلاً ممکنه یا فقط یه رؤیای علمی تخیلیه که باید تو همون سینماها نگهش داریم؟ خب بیاین با هم شیرجه بزنیم توی یکی از بزرگترین رؤیاهای بشری، سفر بین ستاره‌ای. همون ایده‌ای که باعث میشه شب‌ها قبل از خواب بهش فکر کنیم و صبح‌ها موقع دیدن قبض برق دوباره منصرف بشیم. بذار از پایه شروع کنیم. برای اینکه به یه ستاره دیگه برسیم، اول باید بفهمیم این ستاره‌ها دقیقاً چقدر از ما فاصله دارن. مثلا نزدیکترین ستاره به ما بعد از خورشید، همون آلفا قنتورس معروفه. فاصله‌اش فقط 4 سال نوری. 4 سال نوری یعنی نوری که با سرعت حدود 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه، 4 سال طول میکشه تا برسه به اون ستاره. حالا شما تصور کن ما که هنوز واسه سفر به ماه از سوخت مایع استفاده میکنیم، چجوری میخوایم تو همچین مسیر طولانی سفر کنیم؟ با موتور پراید یا موشک قاره‌پیما. اینجا همونجاست که قضیه پیچیده میشه. موتورهایی که ما رو زمینگیر کردن، همین الان تمام فناوری ما برای سفرهای فضایی محدود به سوخت شیمیاییه. راکت‌هایی که بیشتر شبیه بمب‌های کنترل شده هستند تا یه وسیله سفر لوکس فضایی. نکته خنده‌دار اینجاست که بیش از 90% جرم یک راکت صرفاً سوختشه. یعنی ما باید یه تانکر بزرگ رو بفرستیم بالا فقط برای اینکه یه قرص نون برسونیم به ایستگاه فضایی. حالا این روش بخواد ما رو برسونه به یه ستاره دیگه. خیلی خلاصه بگم، نه تنها جواب منفیه، بلکه حتی ناسا هم با شنیدن این سوال احتمالاً فقط یه لبخند تلخ میزنه. نمای نزدیک از موتور، یک موشک واقعی، صدای آتش و احتراق، شتاب مداوم. اگر فقط یکم هول بدیم، ولی فرض کن که ما یه موتور عجیب و غریب اختراع کردیم، یکی که میتونه با شتاب ثابت حرکت کنه. فقط با شتاب 1G، یعنی همون چیزی که جاذبه زمین بهمون میده، حدود 9.8 متر بر مجذور ثانیه. اگر دائم و بدون توقف شتاب بگیریم، اتفاق خیلی جالبی میفته. در چند روز میرسیم به مریخ. در حدود 2 هفته از مشتری رد میشیم و در کمتر از 1 ماه از منظومه شمسی خارج میشیم. اما با مزه ترین بخشش اینه که چون سرعت مدام بالا میره، با قوانین نسبیت مواجه میشیم. یعنی چی؟ یعنی شما که تو سفینه‌ای شاید حس کنی 10 سال گذشته تا برسی به آلفا قنتورس. ولی زمین، اون ممکنه 100 سال پیرتر شده باشه. دوستات مردن، موبایل ها دیگه آپدیت نمیشه و احتمالش هست وقتی برگردی کسی حتی یادت نیاره رفتی کجا. کات به تصویر چای سرد شده روی میز و تقویم 100 سال جلوتر. یه وقفه کوچولو، یه سوال بزرگ. اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومده، یه لایک بزن که الگوریتم یوتیوب از شتاب نیفته و حتما کامنت کن. به نظرت آیا ما توی قرن 21 به سفر بین ستاره‌ای خواهیم رسید یا نه؟ نظرتو بخونم، کلی کیف میکنم. و اگه هنوز سابسکرایب نکردی، خب چیکار داری میکنی؟ بزن اون دکمه رو که جانمونی از بخشای بعدی. تکنولوژی‌های احتمالی آینده. اوکی، حالا فرض کنیم توی آینده‌ای نه چندان دور تکنولوژی‌هایی داشته باشیم که فراتر از سوخت شیمیایی باشن. موتورهای یونی داریم. ضعیفن ولی قابل اطمینان. واسه سفرهای داخل منظومه خوبن. ولی بیرون؟ نوپ. موتورهای هسته‌ای. چند تا طراحی جالب داریم مثل نروا. پتانسیلش هست ولی اجرایی شدنش هنوز نیاز به کلی سیاست و امنیت و نه آقا جون، ما نمیخوایم یه بمب اتم پرنده بسازیم. داره. پروژه‌های علمی تخیلی مانند رمجت بوسید. یه جور موتور که هیدروژن بین ستاره‌ای رو جمع میکنه و میسوزونه. از نظر تئوری عالیه ولی هنوز حتی یه نمونه کوچیکش هم ساخته نشده. سفر با بادبان‌های نوری. آره، بادبان‌های بسیار سبک که با فشار فوتون‌ها حرکت میکنن. مشکلش سرعت اولیش خیلی کمه و شتابش در حد حلزون تو عسل، ولی خب بدون سوخت کار میکنه. ببین تا حالا دقت کردی توی اکثر فیلم‌های علمی تخیلی سفینه‌ها مثل تاکسی‌های اینترنتی توی کهکشان در حال مانور هستن. یه لحظه روی صفحه‌شون تایپ میکنن ببرم آندرومدا لطفاً و سفینه‌شون در جو وم به سمت مقصد حرکت میکنه. ولی خب بیایید واقع بین باشیم. فیزیک شوخی نداره. ما هنوز توی مدار ماه هم دستمون میلرزه، اون وقت می‌خوایم مثل کاپیتان اسپاک با یه فشردن دکمه بریم وسط یه کهکشان دیگه. اینا بیشتر از این که نقشه راه باشن، انگیزن. مثل اینه که وقتی رژیم میگیری، عکس بدنسازای حرفه‌ای رو بذاری، والپیپر گوشی واقعی نیست، ولی انگیزه میده. اما بگذار ببینیم. اگر قرار بود واقعا به یه ستاره بریم، چی نیاز داریم؟ حالا بیایم جدی‌تر بررسی کنیم. فرض کن یه پروژه کلان جهانی درست شده. پروژه مهاجرت بین ستاره‌ای بشریت. خب، چی می‌خوایم؟ 1. انرژی دیوانه‌وار زیاد، حتی با موتور هسته‌ای. برای سفرهای بین ستاره‌ای باید انرژی معادل چندین بمب هیدروژنی تولید کنیم. و تازه اون فقط واسه رفتنه. برگشت با خودته. 2. حفاظ در برابر تشعشعات بین ستاره‌ای. فضای بین ستاره‌ها فقط تاریک نیست، پر از پرتوهای کیهانیه. مثل این میمونه که بخوای وسط جنگ ستاره‌ای بدون جلیقه ضد گلوله راه بری. 3. پایداری زیستی داخل سفینه.
شما باید یه اکوسیستم کامل داشته باشی. اکسیژن، آب، غذا و سرگرمی. آخه کی میتونه 20 سال توی یه قوطی فلزی بدون اینترنت زندگی کنه؟ 4. سیستم هوش مصنوعی فوق پیشرفته. چون حتی اگه بهترین خلبان جهانم باشی، 10 سال کنترل دستی، یه سفینه بدون اشتباه. نه برادر. این کار فقط از یه هوش مصنوعی GPT-100 برمیاد. حالا یه سوال طلایی. اگه ما نمیتونیم از منظومه خودمون خارج بشیم، آیا موجودات فرازمینی هم همینقدر بی‌ارزن؟ یا بذار مؤدب‌تر بگیم. آیا فیزیک برای همه یکسانه؟ یا اونا یه راهی پیدا کردن که ما هنوز نداریم؟ خب، جوابش هنوز معلوم نیست، ولی یه نظریه جالب هست. فیلتر بزرگ. این نظریه میگه شاید دلیل اینکه هیچ موجود فضایی به ما نرسیده اینه که یه مانع بزرگ تو مسیر پیشرفت تمدن‌ها وجود داره. یا نابودی خودشون با جنگ و تغییرات اقلیمی، یا ناتوانی در ساخت موتورهای بین ستاره‌ای، یا شاید هم اصلاً وقتی به یه سطح خاصی از پیشرفت میرسن ترجیح میدن از این کهکشان کوچ کنن و برن توی یه بعد دیگه. آخه چرا باید میلیاردها سال تکامل کنن تا برسن به ما؟ بعد بیان زمین رو ببینن و بگن اینا هنوز دارن با وای فای کن دعوا میکنن. نه بابا بی خیال. وبرن، اگه هنوز اینجایی، دمت گرم. تو یکی از اون مخاطبایی هستی که دنبال واقعیته، نه فقط دنبال صحنه‌های انفجار و موجودات سبز چشم درشت. اگه از این مدل ویدیوها خوشت میاد، حتما یه سابسکرایب بزن، چون توی قسمت‌های بعدی قراره بریم سراغ موضوعاتی مثل ساخت کلونی روی سیارات دور، تلپورت و جابجایی کوانتومی، و حتی اگر زمین نابود بشه، کجا بریم؟ تمدن نوع دوم و سوم، آینده یا افسانه؟ ما الان یه تمدن نوع 0 هستیم. یعنی هنوز حتی کل انرژی سیارمون رو به طور کامل استفاده نمی‌کنیم. تمدن نوع 1، تسلط کامل به انرژی سیاره، باد، خورشید، هسته‌ای و حتی زمین لرزه. تمدن نوع 2، استفاده از کل انرژی ستاره، مثل کروی دایسون. تمدن نوع 3، کنترل کل انرژی کهکشان. پس تا وقتی ما هنوز برای شارژ گوشیمون دنبال پریز می‌گردیم، رفتن به آلفا قنترس شاید یه ذره زود باشه. خب، تا اینجا کلی در مورد مشکل‌ها گفتیم. ولی آیا هیچ کس هیچ راه حلی نداده؟ بذار یه چیزی بگم که شاید شگفت زدت کنه. ما همین حالا هم پروژه‌هایی داریم که هدفشون سفر به نزدیکترین ستاره هاست. آره، واقعی. Breakthrough Starshot یکی از هیجان‌انگیزترین پروژه هاست که توسط یک گروه علمی با حمایت مالی از طرف میلیاردرهایی مثل یوری میلنر و حتی حمایت فکری استیون هاوکینگ فقید راه افتاده. هدفش چیه؟ فرستادن یه دسته فضاپیمای فوق سبک با سرعت 20 سرعت نور به سمت آلفا قنترس. چطوری؟ با بادبان نوری و لیزرهای قوی که از زمین شلیک میشن. وزن هر کاوشگر حدود چند گرم. سرعت تا 60,000 کیلومتر بر ثانیه. زمان رسیدن به آلفا قنترس حدود 20 سال. اوکی، خودمون نمیریم سوارشیم، ولی فضاپیماها رو میفرستیم. شبیه کاری که وقتی هوا گرمه یه نفر دیگر رو میفرستی بستنی بخره. مشکلات این پروژه چیه؟ خب، الان داری فکر میکنی وای چه خفن، چرا اینو همین الان نمیفرستن؟ ولی صبر کن، هنوز یه عالمه چالش باقیه. چطور لیزرهای چند گیگاواتی رو از زمین به اون دقت بزنیم به یه صفحه چند سانتیمتری توی فضا؟ چی میشه اگه یه ذره گرد و غبار فضایی با سرعت 20 نور بخوره به فضاپیما؟ عملاً نابود میشه. چطور از فاصله 4 سال نوری داده ها رو با یه گیرنده به اندازه ناخن ارسال کنیم؟ اگه بتونن همه اینا رو حل کنن، تازه وارد فاز علمی تخیلی پیشرفته میشیم. حالا فرض کنیم بشریت همین فرم فعلیش رو حفظ کنه و از خودش نزنه بیرون. نه جنگ هسته‌ای، نه فروپاشی اقلیمی، نه نابودی اینترنت. Closing parentheses. به نظر توی 100 سال آینده آیا انسان میتونه از منظومه شمسی خارج بشه؟ با همین روند پیشرفت احتمال زیاد پاسخ مثبته. ولی یه نکته خیلی مهمه. ممکنه این سفرها نه با بدن فیزیکیمون، بلکه با ذهن یا هوش مصنوعیمون باشه. یعنی چی؟ یعنی نسخه‌ای از ما. داده‌ها، حافظه، مدل‌های فکری، شخصیت آپلود بشه روی کامپیوتر یا ماشین و اون نسخه به فضا بره. تو خودت رو آپلود می‌کنی، بعد نسخه دیجیتالیت میره آلفا قنترس، عکس میفرسته و میگه اینجا خیلی باحاله، ولی جای وای فای خالیه. حالا بیاید واقع بین باشیم. ما ممکنه بخوایم بین ستاره‌ای سفر کنیم، ولی شاید دلیل واقعیمون هیجان و ماجراجویی نباشه. شاید اصلاً مجبور شیم. زمین یه روزی ممکنه غیرقابل سکونت بشه. گرمایش جهانی، جنگ‌ها یا حتی یه شهاب سنگ بی‌اعصاب. سفر بین ستاره‌ای میتونه تنها راه نجات نسل بشر باشه. پس شاید این پروژه‌ها نه صرفاً یه رؤیا، بلکه ضرورت بقای ما باشن. به قول معروف، یا میریم یا میمیریم. حالا اگه تا اینجای ویدیو با ما بودی، واقعاً باید یه مدال افتخار بهت بدیم. میلیتری مدال لطفاً توی کامنت‌ها بنویس. من تا آلفا قنترس هم باهاتون میام. ببینم چند نفر واقعاً اهل سفرهای سنگینن. و یادت نره سابسکرایب کنی که توی قسمت‌های بعدی بریم سراغ این که اگه بالاخره برسیم اونور چطوری باید زندگی کنیم. سفر بین ستاره‌ای شاید برای پدربزرگ‌هامون یه رؤیای غیر ممکن بود. برای ما یه سوال بزرگ.
ولی برای نوه‌های ما شاید فقط یه مسیر روزمره باشه، مثل رفتن از تهران به مشهد، فقط کمی پرستاره‌تر. آینده شاید خیلی دور باشه، یا شاید فقط در فاصله یک تصمیم بزرگ. رفیق، این ویدیو رو تا آخر دیدی، یعنی تو هم یکی از اونایی هستی که به رؤیاها باور دارن. پس تا رؤیای بعدی، آسمون مال ماست. فعلا. خداحافظ.